امروز در مهمانخانه فردوسی شهر دوشنبه یک سمیناری نظریوی عملی در موضوع فوتبال و روندهای طبی معاصر برگزار می‌گردد که برنامه فوتبال تاجیک تصمیم دارد روند برگزاری این سمینار را پیشکش شما کند. این سمینار همساله با ابتکار لیگ فوتبال تاجیکستان برگزار می‌گردد و دیرکتور لیگ فوتبال تاجیکستان سبحان شادیف هدف‌های برگزاری آن را به طور ذیل شرح داد. لیگ فوتبال تاجیکستان در دایره برنامه یا اینکه لایحه رشد ذهنی متخصصان سمت‌های گوناگونی فوتبالی کسبی در جمهوری تاجیکستان سمینارهای گوناگون را راه‌اندازی می‌نماید. همه ساله چگونه که این معمولی شده است هر سال در ماه ایول یعنی در وقت روزانه گزارش تابستانه کلوب‌های فوتبالی یک فرصت خوبی هست برای جلب نمودن متخصصان گوناگون و راه‌اندازی سمینارهای گوناگون. امسال ما نیز در همکاری با فدراسیون فوتبال تاجیکستان یک سمیناری نظریه عملی فوتبال و روندهای طبی معاصر را برای متخصصان یعنی طبیبان کلوب‌های فوتبال لیگ‌های عالی یکم و فوتسال راه‌اندازی نمودیم با جلب متخصصان ورزیده از وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان با جمع نمودن یک موضوعهای بسیار مهم و مبرم فوتبالی که از نگاه طب این موضوعها در فوتبال بسیار در نقطه تمرکز هستند. در سمینار اصولاً موضوعهای بررسی شدند که از نگاه اشتراکداران آن خیلی مهم بودند. فاروق عویزов که خیلی از نفرانی با تجربه ساحه می باشد اهمیت برگزاری آن را برای طبیبان فوتبالی ویژه ارزیابی نمود. امروز ما سمینار نظریه عملی میگذرانیم فوتبال و رشد طبی معاصر برای دکتران فدراسیون فوتبال تاجیکستان. این چه اهمیت دارد؟ این یک اهمیتی خیلی کلان و بزرگ دارد که برای تمام دکتران فدراسیون فوتبال این خیلی و خیلی مهم است. برای چی؟ برای اینکه چیزی که شما میدونید طب ورزش این یکی از نمودهای طبی هست که خیلی وزنین است. برای اینکه در فوتبال هر خیل آسیب‌ها دیده می شود. برای همین دکتران دست به هر آسیب باید تیار باشند دونم. برای همین ما هر ساله با دستگیری رهبری فدراسیون فوتبال تاجیکستان با دستگیری لیگ فوتبالی تاجیکستان سمینارها میگذرانیم، دکتران تیم‌ها را دعوت میکنیم و میخواهیم که ما سطح طبی ورزشی فدراسیون فوتبال را بلند برداریم. طبیب دسته روشن کلوب رسول سلیمانوف میگوید طلبات و حالت‌ها در ساحه منتظم عوض میشوند و ما محض توسط آن همین گونه سمینارها معلومات‌های علاوه‌ای را برای خود میگیریم. ما خواهیم نخواهیم در دوام یک سال بعضی اینفورماسی‌ها نو میشوند در ساحه طب. متخصصان همین ساحه‌ها چه ساحه‌های اوسیپینوسی کاردیولوژی با تحقیقات‌های نوی خود بسیار معلومات‌های زیادی را با ما رسانده می‌توانند. برای همین این سمینارها برای ما بسیار اهمیتی بزرگ دارد. ما البته کوشش می‌کنیم که هنگام گذراندن همین سمینارها با همین استادان سوال جواب کنیم و چیزی درکاری که برای ما لازم است در میدان فوتبال استفاده بردن برای به منفعت ورزشگران البته پرسیده می‌گیریم. در میان موضوعهای بررسی شده مسئله استفاده دوپینگ موضوعی خیلی مهم بود. با گفته گلاندام خلیلووا در برخی از حالتها خود ورزشکاران متاسفانه استفاده موادهای ممنوعی را نمیدانند. متاسفانه عین زمان در کشور لابراتوری مخصوص معاین کردن دوپینگی فعال نیست. خوب ببینید که در زمان معاصر معاین کردن من همین دوپینگ کنترل میگیم البته تجهیزات میخواهد، دانش میخواهد. شما به اینها کدام اصول ها رو آموزانیدید، چی ها رو گفتید؟ من همون
ویژگی هایی که شما در اینجا قصه کردید، چون که ببینید که اینجا طبیبانی هم دسته های لیگای اولی و هم لیگای یکم هستند. آیا آنها شرایط معین کردن من همین دوپینگ رو دارند یا نه در جاهای خود؟ اگر نداشته باشم پس شما چگونه کمک میکنید به آنها؟ متاسفانه در جمهوری ما لابراتوری مخصوصی که برای معین کردن موادهای ضرورآور در بدن ورزشکاران نیست. از این سبب ما فقط میتوانیم که دکتران تیم و دکتران عموما سوهای ورزش رو با دانستن روی خط اون موادهایی که در استعمال آنها در ورزش ممنوع است آگاه نماییم. ما با آنها آموزاندیم که کدام نمودی موادهای داروباری هستند که برای استفاده و دادن آنها به ورزشکاران جریمه‌های بینهایت بلند پیش بینی شدند تا آنی که ورزشکار از مدت 2-3 ماه این در حالت سبک تا 2-3 و یخل حالت ها ابدا از اشتراک در مسابقه ها محروم می شود. اولین موضوعی که در سمینار مورد بررسی قرار یافت این برقرارشوی بعد اوسه بود که با قول رسول سلیمانوف خیلی موضوع مهم بود. من حاضر موضوع اول رفته ایستاده است. من همجا بسیار موضوع دقت جلب کننده است. فکر میکنم که با این گونه حالات شما زود دچار میشید. البته خصوصا حاضر همین 2-3 سوال پخته رسیده شده. حاضر کوشش میکنیم که این سوالا رو به همین استاد تیم، چون که هم خیلی خودتون میفهمید که متدیکی که در میدان استفاده میبریم با متدیکای استفاده میبریم که اونها کمتر فرق میکنه، چون که ما در میدان همه چیزها رو نداریم. برای امروز سوال جواب میکنیم. البته کوشش میکنیم که همین خیلی رفتار کنیم که هم ورزشکار عذاب نکشد هنگامی گرفتن همون آسیب و هم به منفعت آینده وی باشد بی ضرر. کاملبای سلطانوف طبیب جراح در موضوع درمان اینتنسیوی، احیای دیل و شش، محض بیرونه دیل و نفس صنعی و کار با دفیبریلاتور و اشتراک در آن مشغولیت‌های عملی برگزار نمود. وقتی که نفس نگذشت ما چی فکر میکنیم؟ ما فکر میکنیم که راه‌های نفس بند شده. انا اونجا ما بند چی بود؟ بند ای بود، ایر وی، یعنی آزاد بودن، کشوده بودن راه‌های نفس. وقتی که راه‌های نفس کشوده نباشد، این جرم اکنون ما از چی وابستگی داره؟ از تجهیزاتی که داریم. ما کسلا چیکار میکنیم؟ یا اینتوباسیا میکنیم، یا که کسلا چیکار میکنیم؟ کونیکتومی میکنیم، یا تراخیوستومی میکنیم. این از چی وابستگی دارد؟ از امکانیت ما، شرایط ما. برای همین ما چی گفتیم؟ وقتی که ما کسلا در بیهوشی دیدیم، بیهوشی معین کردیم، یکم کاری که میکنیم متخصص فریاد میکنیم. یعنی که یوری تجربه. برای که اگر که ما راه نفسش بند باشه، فرق ندارد اسپیراسیا شدگی، اتیوک شدگی، چی شدگی فرق ندارد، چیزی باشه هوا نگذارد، ما هیچ کار کردن نمیتوانیم. وقتی که متخصص اومده میتونه چیکار کند؟ هوا کش دارد و دم کش دارد، اتسوس میکند، میبیند. اگر امکانیت هست نایچه گذاری میکند، اینتوباسیا. اگر امکانیت نیست کونیکتومی میکند، چیکار میکند؟ تراخیوستومی میماند. این از شرایطی که امروز ما در موضوع احیای دیل شش، کار با دفیبریلاتور یک موضوع گذرانیدیم. در اینجا طرز و اسلوب گذراندن عملیات احیاگری محض بیرونه دل و نفس صنعی به طور نظریه و عملی نشان دادیم و طرز و اسلوب پای در همه جرای کار رو برای همگان پیشنهاد کردیم. دکتر، تا کدام اندازه انا همین گونه تجربه ها در میدان فوتبال با همین طبیبان دستوی خوب لازم می شوند؟
رسانیدن دوره اولیه طبی یعنی گذرانیدن محض برنده دل و نفس ثانی یکی این از عملیات های یا که چاره های اساسی می باشد که هنگام قطع شوی کور دل و قطع شوی نفس گذرانیده می شود. نه تنها در میدان فوتبال، عموما در وقتی که کور دل و نفس کشی قطع می شود باید فوراً عملیات احیاگری آغاز کرده شود. اگر در مدت کوتاه‌ترین نزدیکترین اگر که عملیات احیاگری گذرانیده نشود مرگ کلینیکی میتواند به مرگ بیولوژی گذرد. به حساب میونه این 3-4 دقیقه رو در بر میگیرد. البته یکی از مسئله‌های داغ روز در فوتبال معاصر این حالت روانی بازیگران است که در بیشتر موارد بر روند عمومی سالمی فضای دست خلل می‌رساند. زیرا یک بازیگر در حال ناراحت پسیکولوژی میتواند در عموم اوضاع دست را ناخوب کند. روانشناس درجه عالی محمود کبیروف با اشتراکداران سمینار پهلوهای مختلف حالت‌های روانی ورزشکاران را شرح و دستور و مصلحت‌های مفید داد. بسیار میخواستم توجه شما را به عامل‌های روانی امروز جلب کنم، چرا که عامل‌های روانی یکم میستند، یکم حالت روحی انسان یکم میستند. ثانی سر می شود فیزیکی و اجتماعی و گنتیکی. در سپورت تاجیک، در ورزش تاجیک این پیشروی هایی که امروز فوتبال تاجیک کرد، من ندانم میتونم که بسیاری هاشون میندار شما یا ترینرها را، لیکن من همین شخص مینداری میکنم. برای چی؟ برای که کار کرد در این سمت و بینید یا بچه هایی که در مینی پلشتکه ها بازی میکردن با کدام درجه ها رسیدن. چون که شما بعضی عامل ها را به نظر گرفتید، از آن جمله عامل های پسیکولوژی را. بغیر از این چند موضوعهای دیگری نیز بودند که در رفت کار یک روزه سمینار با اشتراکداران آن بیان شدند. اما با گفته رسول سلیمانوف باز هم هستند موضوعهایی که در آینده باید مورد آموزش قرار داده شوند. در دسته های فوتبال کلوب جمهوری ما متخصصای گوناگونی ساحه تیپ کار میکنند. تراپیوتان، لور، دکتران استوماتولوگ، جراحان و القصه و عصب شناسان. من میخواهم که همه همین طبیبانی که در دسته ها کار میکنن از معلومات های کاردیولوگ، تراوماتولوگ یعنی عصب شناس، نوروپاتولوگ، اویدی و لاتوری معاینه سر، همین سه عصب شناس ها، همین سه ساحه در طبی ورزشی ما به نهایت ضرورند. خصوصا همین استادانی که در همین ساحه با ما لکچر میخونن ما اونها رو سوال بارون میکنیم چون که برای ما درکار است. در عموم از گفته خود اشتراکداران این سمینار برگزاری آن همیشه به نفع کار است و آنها برای خود از اینجا چیزهای زیاده گرفتند. کدام موضوع بیشتر به همین کار شما در میدان برخورد داشت؟ صدمه پشت کاسخونه ما مغز سر خیلی موضوعی که اکتوال نیست برای دکتران، خیلی موضوع قیمتر است برای اینکه خیلی بیماری نازک میباشد. برای همین خیلی اینفورماسیون خوب گرفتیم، معلومات ما گرفتیم اوید همین کسلی. کدام تجربه هایی که امروز در اینجا دیدید در روند کارتون خوب روبرو شده بدید؟ یکم موضوعی که برای ما دکتر عصب شناس پیشنهاد نمودن عصب‌ها و نمودهای برقرار شوی آنها که عین حال از همه موضوع مهمترین ما بر نمودهای تراوما به حساب می‌رود که در وقت بازی ها میتوانند فوتبالیستان با احتمالیت کلان میتوانند عصب بردارند و در اینجا نمودهای عصب و چی با کدام راه برقرار شدن آنها را به ما به طور پررگی
маълумот расонид доштанд. چی گرفتید از سمینار امروزه برای خود؟ معلومات اویدی اسیبی های میشن که در بیمارخانه میبینید، در چیزا میبینید، آنها دیگر طبیبانی که در میدان کار میکنن آنها کمتر کارهایشون از طبیبان آنها فرقیت میکنن. به همین خاطر ما کوشش کردیم که چیزهای اساسی که برای فوتبال در میدان برای طبیبانی که در اونجا کار میکنن با همون چیزها رو با خود جلب کنیم و گیریم. بسیارتر به غرض از آسیب شناسی بود لرزش معاینه سر بود. بسیار موضوع خوب بود. برای چی در فوتبال بسیار وقت می شود که دو بازیگر با همدیگر سر بر سر میزنند، به نهایت خطری زیاد دارد. برای این خاطر ما باید کوشش کنیم که در این حالت حتما اول سلامتی اون بازیگر رو در جای اول گذاریم و بعدا فوتبال رو. و همین خاطر ما طبعا کوشش میکنیم در چنین حالت اول سلامتی او را دیده اگر امکانیت با چنین بازی ها اگر دوام دادن باشد ما را اجازه دهیم برای بازی کردن. اگر امکانیت نباشه ما باید از بازی اون رو با بیرون برای و سلامتی اون رو برای بازی های آینده احتیاط کنیم. بسیار با ما خوش رو مشخص فهموندن طبیبانی که امروز اشتراک کنند. موضوع ها بسیار موضوع خوب بود، چگونه که ما پیشتر ذکر کردیم. اشتراکچیان بسیار مینه‌داری بیان کردن، سوال جواب های خوب شد با متخصصان. گمان میکنم در یک سطح خوب و در کاری و ضروری برگزار شد و امیدواریم که اشتراکچی های امروزه ما یعنی طبیبان دسته های فوتبالی ما در روزگار خود در فعالیت خود این دانش های اندوخته خود را خوب استفاده میکنند.